آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، این خانه های زیبا و مقبول را که میبینین و این بلاک ها تنها در یک جای کابل پیدا میشه. کوم جایی نیست جز کارت 4 شهر کابل. یکی از بهترین روز رو دور میخوریم طرف سرک دوم و سرک عمومی کارت 4 شهر کابل. این دوستان عزیز خانه های زیبا و بلاک های مقبول و بلند همین قسمت است. کافلند جامعه از دوستان عزیز یا که لباس فروشی است، هر چی که هست خوب یک دیزاینک. سلام و درود نصاره همه شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، این خانه های زیبا و مقبول را که میبینین و این بلاک ها تنها در یک جای کابل پیدا میشه. کوم جایی نیست جز کارت 4 شهر کابل، یکی از بهترین مناطق و لوکس‌ترین منطقه شهر کابل. دوستان عزیز کارت 4 تقریبا دیگه اگر سرک گلسرخ هم حساب بگیریم 3 سرک میشه. اگر سرک گلسرخ حساب نگیریم 2 سرک عمومی داره که در یکیش فعلا قدم زدن میریم و در دیگه‌ش هم بعداً میریم. ما پیش از او دوستان عزیز بلاک ببینید که چقدر زیبا ساخته شده و چقدر مقبول است. کوچه های آرام، کم سر و صدا و همون دوستان عزیز یک بدی داره که بس حولی مولی نیست، کلن بلاک است. فکر کنین 100 فامیل در یک بلاک است. بس بقیه مناطق کابل کسی خوبی را دارن که یک فامیل و یک حولی را میگیره و در اموج زندگی میکنن آزاد و راحت. هر جای که رفتن، هر سو که رفتن، بام روی حولی، پشت کوچه، کلن ملکیت شخصی هست. اما اینجا دوستان عزیز کلن بلاک است و این بلاک ها کارت 4 کاملا سایه رخ ساخته. یعنی باور کنین تا چند روز قبل هم اینجا برفا بود، هنوز آب نشده بود. تا چند روز قبل چی که همیالم دوستان عزیز در بعض مناطق هست، بعض جایا هنوز هم یخزدگی ها و همون چی میگن برف موجود است و فقط در بعض از جاهای اینجا مثل اینجا که یک ذره آفتاب داره و گرم است آب شده. در روبروی ما دوستان عزیز حسین تاور و ده حاجی گل تاور را میبینین که حاجی گل تاور می طرف دست راست و حسین تاور طرف دست چپ قرار داره. حسین است یا محسن دوستان عزیز نیمش معلوم نمیشد. ما شما اگه اینجا ببینین حسینش معلوم میشه، اما فکر کنم که محسن شاید باشه. یا سرک اولش دوستان عزیز رو دور میخوریم طرف سرک دوم و سرک عمومی کارت 4 شهر کابل. این دوستان عزیز خانه های زیبا و بلاک های مقبول و بلند در این بخش آباد شده. دوستان عزیز هی همون کوچه برج سلطانی هست که در اخیرش دیگه قرار داره و از کارت 4 دیگه میشه دوستان عزیز گفت که بازارش همین جست و همین بازار
کارت 4 شهر کابل هست. بازار دوستان عزیز این همین قسمت از دیگه. بیاین دوستان عزیز که از این طرف بریم. این از این را از همین سرک عمومی دوستان عزیز بریم و اون طرف سرک تیر شویم که این همین بهترین ساختمان در این بخش شهر کابل است که براتون نشانش بود. نماینده فروش محصولات سیلوی کابل هم دوستان عزیز در این قسمت وجود داره. شما ببینید این ساختمانه برو بریم چقدر زیبا و مقبول است. یار کافه بازارش دوستان عزیز دیگه بازار کارت 4 همین قسمت است. کافلند جامعه از دوستان عزیز یا که لباس فروشی است هر چی که هست. خب یک دیزاینک زده جامعه از دوستان عزیز. جامعه به احتمال زیرمو لباس فروشی هست. لباس فروشی جامعه چی نامایی میزنن دوستان عزیز، چقدر زیبا. ساختمان های دیگه هم دوستان عزیز در این بخشا در حال ساخت ساز است. خونه میبینین اون طرف تر از بیادر ما مسجد شیرشاه سوری دوستان عزیز طرف پایین است، این طرف نیست. بالا کارگاه دوستان عزیز هم تو رد برد ساخته میشه. یعنی میبینین در تصویر ببینید بلند و بزرگ در حال ساخت ساز هستند. سمارق بسته 80 افغانی دوستان. سمارق وطنی فارمی بود. خوب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.